اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز دوشنبه. شرکت برشنا میگوید اندازه تولید برشنای فابریکه ماهیپر در یک ساعت از 18 میگاوات به 24 میگاوات افزایش یافته است. در 3 ماه گذشته در محاکم ثلاثه 28271 قضایای هموطنان حل و فصل گردیده و 6112 دوسیه دیگر مکتوبی اجرا شده است. وزارت مالیه میگوید عواید مستوفیت ولایت فاریاب 32% افزایش یافته است. رئیس عمومی اداره ملی استاندارد در ولایت هرات از بعضی از کارخانه های تصفیه مواد نفتی انصار و آسیا دیدن نمود. از سوی هلال احمر افغانی در ولایت کندهار به 100 خانواده نیازمند کمک آرد، برنج، روغن، بوره، لوبیا و چای سبز صورت گرفت. در ماه جدی سال 1401 هجری شمسی از طریق خطوط آهن افغانستان 464969 تن متریک اموال انتقال یافته است. شاروالی کابل میگوید بر رهبری شاروالی کابل معاونین رؤسای مرکزی و رؤسای نوایح به منظور پیشبرد بهتر و به موقع امورات جلسه شورای اداری شاروالی کابل تدویر یافت. کرکت بورد افغانستان برای تمرینات بازیکنان افغان با معیارهای جهانی جیم و مرکزی تداوی ساخته است.